فایده عضو شدن توی استودنت کلاب چیه؟ اینکه شما میتونید یک تخفیف بگیرید از این شرکت‌های هواپیمایی، دو میتونید بار بیشتری ببرید و خیلی خیلی مزایای دیگه هم داره. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدیوی جدید. امروز یه بحث خیلی جالبی داریم، مخصوصا کسایی که میخوان یعنی ویزاشون رو دیگه گرفتن، دیگه میخوان بیان آلمان. حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید. میخوایم در مورد بلیت پرواز صحبت بکنیم، که از چه شرکتی بگیریم، چطوری بگیریم که ارزون تر در بیاد و تمام این نکاتش. برای شروع اول یه سری اطلاعات عمومی بهتون بدم. بچه شما اگر پذیرش گرفتید از دانشگاه و فقط نامه پذیرش دارید، با اون نامه پذیرشتون در واقع دانشجو حساب نمیشید و نمیتونید تخفیف دانشجویی از شرکت‌های هواپیمایی بگیرید. ولی اگر ثبت نام انجام دادید و برگه انرولمنت یا ثبت نام دارید یا حتی کارت دانشجویی دارید، میتونید از کارت دانشجوییتون استفاده کنید و تخفیف استودنت کلاب بگیرید از شرکت‌های مختلف هواپیمایی. فایده عضو شدن توی استودنت کلاب چیه؟ اینکه شما میتونید یک تخفیف بگیرید از این شرکت‌های هواپیمایی، دو میتونید بار بیشتری ببرید و خیلی خیلی مزایای دیگه هم داره. مثلا اینترنت میتونید استفاده کنید، اینترنت حجم بیشتری میتونید استفاده کنید در طول پرواز و خیلی مزایای دیگه هم داره. دو تا ایرلاینی که به شما تیکت یا همون بلیت پرواز دانشجویی میدن، یکی قطر ایروی هستش و ترکیش ایرلاین. من خودم از پرواز قطر استفاده کردم. پروازهای قطر حالا یه استوب توی خود قطر دارن و بعد پرواز بعدی مستقیم به آلمان هستش و بارتون هم ترانسفر میشه دیگه. لازم نیست توی قطر بارتون رو تحویل بگیرید، توی مقصد نهاییتون بار رو تحویل میگیرید. وقتی که من ثبت نام کردم توی کلاب دانشجوییش و من اجازه بار تا 40 کیلو رو دادن که خیلی اپشن خوبی هستش، مخصوصا ما که وسایل زیاد داریم و میخوایم بیاریم. ولی برای بار اولم نتونستم ازش استفاده کنم چون که دانشجو نبودم. وقتی داشتم میومدم هنوز ثبت نام دانشگاه رو نداشتم، ولی برای دفعات بعدی که میخواستم برگردم ایران برای بازدید خانواده تونستم از این آپشن دانشجوییش استفاده کنم. حتی تخفیف خوردش روی قیمت کل بلیتی که گرفته بودم. دقیقا یادم نمیاد چند درصد تخفیف خورده بود، ولی یک تخفیف دانشجویی روی قیمت کل بلیتتون میخوره. علاوه بر اون اجازه بردن بار بیشتری هم دارید. میخوام مستقیما از توی وبسایت شما نشون بدم که چطوری توی وبسایت قطر رجیستر کنید، ثبت نام بکنید توی کلاب دانشجوییش که از این مزایای دانشجویی استفاده کنید. خب اول وارد گوگل میشید و سرچ میکنید قطر ایروی و معمولا اسمش میاد سر اولین سرچ و وبسایتش رو باز میکنید که اسمش qatarairways.com هستش. برای اینکه بتونید زبان وبسایت رو تغییر بدید به انگلیسی میتونید گزینه زبان انگلیسی رو انتخاب بکنید. برای ثبت نام گزینه ساین اپ رو میزنید که گوشه سمت راست صفحه هستش. اگر اکانت ندارید و برای اولین بار دارید اکانت میسازید، باید بیاید گزینه ای رو بزنید که مربوط به ساخت اکانت میشه که دونت هاو ان اکانت هم میشه بزنید که یه اکانت معمولی ساخته میشه، ولی به عنوان دانشجو گزینه استودنت کلاب رو میزنید و وارد بخش استودنت کلاب میشید که این سری توضیحات داده که چه مزایایی داره. معمولا میتونید اضافه بار بیشتری ببرید، دسترسی به اینترنت بیشتری دارید و یک کارت دانشجویی شبیه به این به شما میدن همراه با یک کد که میتونید ازش استفاده کنید موقعی که پرواز دارید که نشون بدید که چیزتون دانشجوییه، اکانتتون دانشجوییه. خب یه فرمی هست که باید این فرم رو پر کنید که شامل اطلاعات شخصیتون میشه، محل زندگیتون و یه سری اطلاعات در مورد دانشگاهی که پذیرش گرفتید که اسم دانشگاه رو باید بنویسید، سال فارغ التحصیلیتون که حدس میزنید چه سال فارغ التحصیل بشید و در نهایت نامه پذیرشتون یا کارت دانشجوییتون که باید اینجا آپلود بشه به طور فایل PDF یا حتی میتونید
عکس هم آپلود کنید. و در نهایت گزینه‌های آپشنال رو لازم نیست چیزی وارد بکنید توی بخش آپشنال و گزینه‌ها رو میذارید، آمینات ربات رو میذارید و در نهایت create an account که بعد از اینکه فرم رو پر کردید و create an account رو زدید، شما یک اکانت دانشجویی ساختید به طور کامل و میتونید از این اطلاعاتتون استفاده کنید و لاگین بشید به اکانت خودتون. گوشه بالای سمت راست بالای صفحه وقتی لاگین رو بزنید میتونید با آدرس ایمیل و پسوردی که وارد کردید لاگین بشید و برید تو بخش رزرو پرواز. خب من برای این مثال پرواز از ایران تا فرانکفورت رو میخوام انتخاب بکنم از فرودگاه تهران. به فرودگاه فرانکفورت تاریخش رو انتخاب میکنم که میام مثلا 1 مارچ تا 17 مارچ و نوع مسافر رو میذارم 1 عدد بزرگسال و همطور که میبینید گزینه دانشجویی نداره و اینجا شما نمیتونید فیلتر کنید که دانشجو هستید و فقط باید پرواز مورد نظرتون رو انتخاب کنید که خب سری اول پرواز رفت میادش همراه با قیمتش، اکونومی و بیزنس کلاس. شما میتونید حالا یه گزینه رو انتخاب کنید که من مثلا اکونومی رو انتخاب میکنم. و بعد نوع تعرفه میادش و دسترسی هایی که دارید که میزان بار رو مینویسه و یه سری اطلاعات اینطوری که مثلا من اولی اکونومی رو انتخاب میکنم که در حالت عادی 30 کیلوگرم بار میتونید ببرید بدون اینکه دانشجو باشید. خب هنوز ما گزینه دانشجویی رو انتخاب نکردیم و بعدش میریم سراغ پرواز برگشت و دوباره تعرفه‌مون رو انتخاب میکنیم، دوباره اکونومی کلاس. و همونطور که میبینید وقتی که پرواز رو انتخاب میکنید وارد صفحه میشه که حالا اطلاعات شخصیتون رو باید وارد کنید که اگر رجیستر از قبل کرده باشید اینجا اطلاعات شخصیتون وارد شده و فقط باید کانتینیو ادامه رو بزنید که برید برای پرداخت مبلغ مورد نظر. و قبل از اینکه مبلغ رو پرداخت کنید یه صفحه باز میشه که شما پرومو کد میتونید وارد کنید و توی اون قسمت شما باید پرومو کدی که قطر ایروی براتون ایمیل کرده اون پرومو کد رو وارد کنید. فقط در اون صورته که پرواز شما بلیتش میشه بلیت دانشجویی که من خب از این بیشتر نمیتونم برم جلو چون ممکنه که بلیت رو بخرم و فقط تا اینجای کار میتونم به شما نشون بدم. خب از وبسایت میایم بیرون. حالا میخوام بهتون نشون بدم که این پرومو کد رو چطور شما دریافت میکنید. وقتی که به هر رجیستر میشید یه همچین ایمیلی از طرف قطر ایروی براتون میاد که به شما میگه که تخفیف دارید برای اولین پروازتون و این هم پرومو کدتون هستش. میتونید مستقیما روی بوک ناو کلیک کنید و مستقیم وارد بخش رزرو پرواز بشید و پروازتون رو رزرو کنید یا اینکه اول لاگین بشین به وبسایت و بعد اون پرومو کد رو موقع حساب کردن یعنی موقع پرداخت پول اون پرومو کد رو روی بخش مورد نظرش وارد کنید.